کشف جسد سالم 800 میلیون ساله یک زن در معدن. در حین کار در یک معدن زغال سنگی که در عمق بیش از 70 متری زمین قرار داشت، معدنچی کارناخوف یک تابوت مرمری را کشف کرد. تابوتی رازآلود که داخل آن یک زن جوان با چهره‌ای زیبا و کاملا سالم آرمیده بود. کشف جسد 800 میلیون ساله یک زن به همراه چیزی شبیه به یک موبایل از یک معدن معمایی بی جواب در اذهان عمومی ایجاد کرد. گفتنی از چهره جسد این زن بعد از سالهای طولانی همچنان زیبا و شفاف بود. در سپتامبر سال 1969 در روستای روزوفچیک در تیسوسکاگو در محله کمرو یک گورستان بسیار عجیب کشف شد. در حین کار در یک معدن زغال سنگی که در عمق بیش از 70 متری زمین قرار داشت، یک معدنچی یک تابوت مرمری را کشف کرد. در این ناحیه و منطقه دستور داده شد که همه کارها بلافاصله متوقف شوند. تابوت به سطح زمین آورده شد و کارگران شروع به باز کردن آن با نوک زدن به لبه بتونه فسیلیش کردند. نه چندان به خاطر ضربات بلکه به خاطر اثر حرارت خورشید بتونه آب و جاری شد و این برای همه کسانی که آن را می‌دیدند شوک‌آمیز بود. داخل تابوت پر از مایع شفاف و کریستالی صورتی آبی بود و در آن یک زن لاغر و فوق‌العاده زیبا قرار داشت که به نظر حدود 30 ساله می آمد. یک چهره زیبای اروپایی داشت و با چشمانی درشت و باز خیره بود. صورتش هم قهوه‌ای تیره بود. موهای مجعدی داشت و دستان نرم و سفید با ناخن‌های کوتاه و مرتب. پیراهن سفیدی هم به تن داشت که درست تا زیر زانو بود. آستین‌های کوتاه با گل‌های رنگارنگ گلدوزی شده. لباس زیری نداشت. به نظر می رسید که او نمرده بلکه خوابیده است. در سر او یک جعبه فلزی مستطیلی و در آخرش گرد شکل وجود داشت که تقریباً چیزی شبیه به تلفن همراه بود و اندازه آن 10 تا 25 سانتی متر بود. برای حدود 10 تا 15 ساعت تابوت برای همه باز بود تا ببینند و همه مردم ده به دیدنش آمدند. با این وجود در کمتر از 24 ساعت این یافته مرموز به مرکز گزارش شد. گروه‌های آتش نشانی و ارتش همه این کشف را تایید کردند. در ساعت 2 بعد از ظهر آن روز یک هلیکوپتر فرود آمد و محل پر از تماشاچی بود. سپس مقامات محل را بستند و همه کسانی که تابوت را لمس کرده بودند را قرنطینه کردند، حتی آنهایی که نزدیک آن ایستاده بودند. به گفته شاهدان عینی این چیزی است که اتفاق افتاده بود. تابوت به بالگرد انتقال داده شد، اما بار خیلی سنگین بود. بنابراین تصمیم گرفتند با دور ریختن مایع حمل را آسان‌تر کنند و بعد از بیرون آوردن مایع از تابوت جسد در مقابل چشمان همه سیاه شد. سپس مایع را دوباره ریختند و سیاهی به سرعت ناپدید شد. بعد از آن و بعد از 1 دقیقه گونه‌هایش دوباره سرخ شد و بقایای جسد بیجان دوباره به شکل اول بازگشت. تابوت بسته شد و هلیکوپتر دیگری برای حمل بقایای آن اعزام شد. 5 روز بعد یک استاد سال خورده بعد از نتایج اولیه یافته‌های آزمایشی خود یک گزارش را تحویل داد. پروفسور گفت که این کشف درک آنها از تاریخ را وارونه خواهد کرد. زمانی که دانشمندان شوروی یافته‌های خود را منتشر کنند، جهان علمی دچار شوک می شود. طبق گفته پروفسور سن این جسد در حدود 800 میلیون سال است. حتی با معیارهای تاریخ تکاملی این نظریه تکامل داروین را رد می کرد. برای نجات نظریه تکامل برخی پیشنهاد کردند که او باید یک بیگانه باشد، اما تجزیه و تحلیل ژنتیکی بدن زن تشابه یکسانی با انسان امروزی را نشان داد. امروز ما مثل اجداد 800 میلیون ساله پیشینمان هستیم. هیچ تکاملی وجود نداشته است. ماهیت پارچه‌ای که از آن لباسش ساخته شده بود تابع تحلیل علمی نیست. همچنین تجهیزاتی که چنین موادی را تولید می‌کنند امروزه وجود ندارند. امکان تشخیص ترکیب و مایع صورتی آبی هم وجود ندارد، اما تنها برخی از اجزای آن قابل شناسایی هستند. درباره جعبه فلزی استاد چیزی نگفت جز اینکه مورد مطالعه قرار دهد. سطح تمدن در زمان این زن احتمالاً بسیار پیشرفته تر از تمدن ما بوده است. شاید به این دلیل که چون شیئی مثل موبایل در کنار او کشف شد.